أينما كنا أينما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به برنامه رمضانی. حدیث ما امروز حدیث عایشه رضی الله عنها می باشد که میگویند که ان بلالا کان یؤذن باللیل. بلال صحابی پیامبر اذان میگفت در ماه رمضان، هنوز صبح ندمیده اذان میگفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیوسته امتانشان را میگفتند که شما با مجردی بلال اذان گفتن از خوردن و نوشیدن باز نیستید، زیرا بلال در همان وقت اذان میگوید که مردم تا که از خوابهایشان بیدار شوند و به سحر خوردن آماده شوند. اما عبدالله ابن ام مکتوم وقتی که اذان میگوید، در این اذانش از خوردن و نوشیدن باز استید، زیرا میگویند فانه لا یؤذن حتی یطلع الفجر، زیرا او اذان نمیگوید تا اینکه صبح دمد. در حدیث دیده میشود که باید در ماه رمضان شخصای دو اذان بگویند. اولش این است که اول علتش این است که مردم بیدار شوند و آمادگی به سحر خوردن باشند. دوم اذان با مجرد صبح دمیدن اذان بگویند. الله میگوید حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، شما بخورید و بنوشید تا اینکه صبح از تاریکی معلوم شود. عبدالله ابن ام مکتوم چنان اذان صبح را دیرتر میگفتند که بعضی صحابگان میگفتند که صبح دمید ای عبدالله ابن ام مکتوم، اذان رو کی میگویی؟ سپس اذان میگفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث مهربانی پیامبر رو دیده میشود که امتانشان میگفتند کلوا و اشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، شما بخورید و بنوشید تا اذان عبدالله ابن ام مکتوم، اذان بلال شما را مغرور نسازد و از خوردن و نوشیدن باز نیستید. پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام صبح میگفتند که بعضی صحابگان را یگان شخص را بر من حاضر بکنید که بر همراه من سحر بخورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی سحر خوردن خرما میخوردن و آب می نوشیدن. سحر خوردن پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین بود. این بود درباره اذان بلال و اذان عبدالله ابن مکتوم.